دوست آید گرم در آغوش گیر. رسم خوب تاجیکان را گم مکن. درود بیننده عزیز، با لذت ترین برنامه لذیذ است روی اکران های شما. با خواهش و درخواست سرشمار بینندگان برنامه لذیذ، مهمان برنامه ما هستند این شام هنرمند مردمی کشور پروفسور قربانی صابر. سرول شما رو با این برنامه خوش آمدید میگویم استاد. سلامت باشید، زنده باشید. خب امروز چی آماده میکنیم؟ من یک سوال داشتم. مرحمت. فاطمه جان، مثلا گوشت مرغ افضل تر میدونی یا گوشت گاو؟ گوشت گاو افضل تر میدونم، لیکن میدونم که گوشت مرغ پرهیزی است. بله، آفرین. طلبگارش زیاد است. من خودم یعنی در حال هستم که دکترها توصیه میتونن که همه وقت ماهی و مرغ بخور. یعنی چرا؟ یعنی حل کردنش هم آسان تر است. برای همینم امروز ما یک خوراکی میپزیم همراه با کمک تو که نامش یعنی مرغ با اصول ایتالیایی است. بهترین. برای این آماده کردن این خوراک با ما کدام محصولات البته اول مرغ، بعد بقیهش مثلا کبوتی، بلغاری، پیاز، البته روغن هم در کار است. روغن داریم. در اینجا موادهای خوشبوی کننده، آب، بله. سمیتانه، چیزی که برای خوراک شما لازم است. بله. همه مهیا است. خب از چی شروع میکنیم؟ من میگم که آشپز شما هستید. شما خواهش کنید ما پیشنهاد میکنیم. دیگه بمونیم در جاش که درست شد. بله. سرول روغن. بله. این خودت که آفرین. دیدی؟ با فکرم خونه دا آماده هم کی کرده یانگم روغنش میگوین چقدره؟ مرحمت. گوشت چقدر لازم است؟ این خوراک را آماده کردنش را از کجا مخته دوستان؟ از اینترنت. حاضرها کار و فعالیت در کجا داره دوستان؟ حاضرها البته تئاتر از همه مهم و باز اینستیتوت، یعنی کارهای پیش از وی، یعنی استراحت تابستانی دیگه همه کارها را جنبست کردن در کار سسیا. با فکرم این روز پگاه تمام میشه. در دانشگاه صنعت درس میگوید چون میدونم. بله. چند سال است در اونجا با حیث آموزگار کار میکنید؟ نزدیک 40 سال شد. نزدیک به 40 سال میشه که ما در این صنعت درس میدم. یعنی که به همون دانشگاه صادق مونده؟ بله. از سال تصور کن سال 78 ما آمدم داخل شدم اینستیتوت. 48 سال. 47 سال. کم است. 3 سال پس 50 سال میشه. بله. بهترین. از فرزندان یگان نفر از کسب شما رو انتخاب کردم؟ راستی من از آغازم نمیخواستم که یگان نفر کسب انتخاب کنند و بخصوص وقتی که جوانن حالا نمیدونن که چی است. چرا اگر که مبادا آدم کارش آمد نکنه، اگر خیلی براش سخت میشه، زیستن خیلی سخت میشه و برای همینم دل آدم میخواد که هیچ کی از فرزندا همین تقدیره. اگر به هنر باشن این گپ دیگر است، اما اگر موفق نشدن خیلی اذیت میکشن. همین در این جواب شما من سوال داشتم. برای چی اکثریت هنرمندان، چی سرایندگان، چی اکتورها نمیخواهند که فرزندانشون پی کسب هنر شوند؟ آخه درسته، برای که خودشون در پوست خودشون دیدگن که خیلی سخت است. این از کنار هم ساده می نماید هم آسان. از کنار میگه چی است؟ پگه من یک سرود میخونم مشهور میشم، پگه نقش بازی میکنم مشهور میشم، اما این خیلی نیست. این می نماید. خیلی هست که مثلا لب میگزی و یعنی فرو میبری از گزیدگیت هر چی که ماند، اما موفق نمیشی. آسان نیست موفق شدن. یعنی که برای آسان نبودنش نمیخواهید که فرزندانتون عذاب کشند. بله. اما چنانچه میدونم یک دختری شما کسب شما رو انتخاب کرده است.
که من معلومات غیر دارم. خواهش پدر. غیر خواهش پدر، بله. نه اصلا غیر خواهش نه. سارا دیگه اکن گفتی همینقدر ممکن نامشه بگیم. سارا از پشت من رفت، درست، اما روزنامه‌نگار خط کرد و همون وقتی که ویا درس مهارت اکتیاری میخوندن، خوشبختانه من درسشان دادم و دیدم که خیلی فعال است در این چیز. یعنی ویم فهمید که دنیاش همین است و منم اصلا زید نبودم که چون در همین محیط با ویا رسیده است. البته که هست همون چیز در وجودش ممکن باشه داره. ممکن است. فقط تو من را بگو که بس است پیازای ریزه کردم، کلان کلان ریزه کردم. خوبه ها؟ اینا را خیلی میکنیم. خب نمک میپوشید یا نمک بپوشید؟ چرا؟ باید این همین نمک است؟ نمک است، بله. چنانچه معلومات دارم کسب شما رو برادر شما انتخاب کرده است، برادر کلونی. بله. خب من در این باره معلومات دارم، ولی هستن بینندگانی که نمیدونن. با بینندگان کمی در همین باره نقل میکردید. خب یعنی وقتی که من بچه بگیم کودک بودم، آدم نه با عقل میشه، هوش به سرش میزنم، میشناسی که پگر روز میشه، روز دیگه بیگه میشه و خوردن در کار. انا همون وقتا یک زمانی بود که من میخواستم زندگی را باید بهوده نزیی، یعنی یک کاری باید کنی که ماندگار باشه، یادگار. و همون وقتا وقتی که من فهمیدم که آدم باید از خودش چیزی باقی مانه و خیال میکردم که هیچی برابر شعر گفتن نیست، هیچی تا درجه مثلا یکان چی نوشتن نیست. برای همین من ساده سر کردم به این بارها گفتم، مثلا شعرهای دروغی، مثلا ما جمع شدیم فلان کردیم، من این خوراک پختیم، من خیلی چیزایی می نوشتم، شعر نبودن اونا. اما میتونست اگر که هیچ کسی پیش راه مرا نمیگرفت، این کار میتونست به جای برسه. در کجا داخل شده؟ دانشگاه هنرهای زیبا، شهر دوشنبه. بله، شهر دوشنبه حجتامو آوردم و اون وقت خیلی کنکور بلند بود، یعنی تقریبا از 20 بال زیاد داخل می شد. مثلا امتحان مهارت اکتیاری حدودی 7-8 روز طول می کشید، یعنی 25-30 نفری. اول من یک سوال دیگه، من پیاز یک دیگه هم ریزه کنم. یک دیگه کنم. نخست فعالیت کاری رو از کدام تئاتر شروع کردید؟ از تئاتری عزیزی قرغان تپه، اون وقت حالا باختر، حاضره باختر، اون وقت قرغان تپه. ما همی که اینستیتوت تمام کردیم با قرار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان همون وقت، یعنی کورس ما را فرستادن به تئاتر شهری قرغان تپه باختر امروزه و ما هممون رفتیم و فعالیت در همونجا آغاز کردیم و بعد دیری نگذشت، بعدی 2-3 نمایشی که ما اونجا روی صحنه آوردیم، یعنی تئاتر اهورون فعالیتش آغاز کرد و مرا دعوت کرد که بیام در کنارش بیستم. بعد چندی نگذشت که نمایش یوسف گمگشته بازآید به کنعان روی صحنه آورد. این اولین نمایش تئاتر اهورون بود و ما راستی خجالت نمیکشم امروز بگم که ما موفق شدیم، نه اینکه در تاجیکستان، در تمام کل آسیای مرکزی. چرا ما در تاجیکستان بگیم شاه جایزه گرفتیم، بعد رفتیم در تاشکند در فستیوال همون سال، بعد چند ماه تاجیکستان رفتیم در تاشکند جایزه بازم بین المللی گرفتیم، شاه جایزه، و در نوروز همون سال شرکت ورزیدیم، بازم شاه جایزه گرفتیم. یک بارش 3 شاه جایزه آسیای مرکزی. 10-15 سال این نمایش بازی کردیم، اجرا روی صحنه می رفتیم، اما
من یادم هست که یک بار من در کجا در دفترم نوشتم که 80 نمایش بازی کردیم و هیچ کدامش در تاجیکستان نبود، یعنی همش بیرون از دایره کشور. خب استاد میگفتید که چون شما هنرمند تئاتر و کینو هستید، نقش بازیدن در تئاتر دشوار است و یا در کینوفیلم ها؟ خب اینم عجب سوالی راستی حرفه‌ای است، اما من به این سوال بازم خجالت نمیکشم بگم که بارها پاسخ دادم. یعنی در شکل جمع و کوتاه، یعنی تئاتر جایی هست که هنرمند پور میسازه، هنرمند بای میشه، هنرمند پخته میشه، هنرمند تجربه میگیره، یعنی جای اندوختن تئاتر است، اما جای خراجات کردن و به باد دادن این سینما است. چرا؟ یعنی سینما در بگیم یک پیک گرفتنی کار بود نمیشه، فقط دو مراتبه در دو دوبل، یعنی که دو سه دوبل گرفته میشه، دو سه دوبل میگیری دیگه حقی کار کردن نداری. برای همین هم کارگردان هم تو هر چی که در وجود داری میجفی میگیریش، میتونی موفق شوی میتونی موفق نشی. یعنی که دوبل ندارد. بله، تئاتر جایی هست که خیلی میاندوزی، جمع میشی و مثل تو مانند میشی با یک بطری که یعنی انرژی میگیری و پور میشه و میدانی که تو پور هستی. اما سینما ما بارها بوده است که مثلا بعد صحنه‌های خوبم چنان خالی میشی. برای همین هم هست که این دروغ نیست، سینما هر کسی را بگیرن هر چی که بخواهن از اون میتونن کشیده بگیرن. مثلا ترس واقعا هم از پشت دوربین میستن یک چیزی را در فرق سرش نشانه میگیرن و میترسن و اون چیزی که میخوان میگیرن. ببینین سگ ها، نمیدونم خرس ها، با چی حیوانایی نیست که یعنی از اونها کارگردان هر چی که میخواد، مثلا اگر بخوان که خرس بگه که نه، همینه میگیرن. اگر سگ بخواهن که بگه که نزدیک نشو، یعنی اینا با اصول های میتونن بگیرن. اما در تئاتر خیلی امکان نیست. یا مثلا در سینما ببین، اگر تو غرق میشی یا من غرق میشم، یعنی هیچ فرق نداره، میگیرن در آب میپرتاین، تو غرق میشی و این دروغ نیست. یا مثلا تو باید از درون خانه که آتش گرفته است بیرون شوی. ببین در سینما چی است، یعنی تو را خانه را آتش میزنن، اون چیزا میغلطه، چوبا آتش میافته در بالای سر، تو بازی نمیکنی اونجا، تو مجبوری که از میان این چیزا گذری، از آب بیرون بیایی. و مثلا در سینما باران است و تو بازی نمیکنی که باران نیست تو بازی کنی. تئاتر ببینین چی چیز داره، مثلا شمال نیست تو باید گویی که چی شمال چه باده. بله، یا که مثلا در تئاتر هوا 50 درجه میتونه گرم باشه، تو باید بازی کنی که خیلی سرد است باید گویی. ببین این مسئولیت داره، این چیز است. اما در سینما میبرن در 40 درجه سردی، تو سرد است نمیگویی، تو واقعا هم سردی را حس میکنی. بله، تو فهمیدی فرقیتش در چه. از این جهت مثلا هنر در سینما یکم آسان نیست. البته من آسان نگفتم، یک کسی میتونه مرا ایراد بگیره که چه خیلی میتونی بگوی آسان نیست، اما اصولش آسان تر است و هر چی داری جمع میکنن میگیرن هر چیزی که میخواهن. اما در تئاتر خیلی باید هوشیار باشی، خیلی باید پور باشی برای آنکه یک آدمی با عقل نشان. در خانه بور خوراک آماده کردگی است اگر پیوندانتان؟ ببینین، اگر خوشبختانه من میگم اینه که و اگر گلچهره خانده باشه من هرگز این کارو نمیکنم، چون که و خیلی دستش با مزه است. خودشون آماده میکنن. بله. بوری هم نگفتن که خیزید یک خوراکی با لذت برای من و فرزندان آماده کنید؟ نه، این گپه هرگز من نشنیدم. چرا اینقدر چی داره، حوصله داره گلچهره در خوراک پزی.
یعنی عاشقی خوراکپزی است. یک ما میشینیم در خانه و گاه هم میگیم که چرا ما برای گلچهره، برای خانم گلچهره یک رستوران نخریدیم، یک رستوران نکشادیم. در خانه اکثرا خودش میکنه. همین دوره دانشجویی یک مکتب خوبی زندگی است. آماده میکند جوان پسران و جوان دختران رو برای زندگی مستقلانه. دوران دانشجویی شما چگونه گذشتند؟ اون دوره ها هم خوراک آماده میکردید؟ من همینم چی میگم، من از همه خوشبختایی بودم که در واقع بعضی آدما را آمد میکنن و اگر یک کسی حالا خیلی در خوراک پختن خوراک چی نداره، مثلا همتا نداره، تنها به خاطر اون است که مثلا مثل من زندگی نداشته است. من هم وقت آمد میکرد و در کنار من همه وقت یعنی دوستای داشتم که خیلی از همین کار خوب یعنی همین کار خوب انجام میدادن. برای همین ما هر روز هر هفته بعد از آن که خانه میرفتیم میومدیم و یک مقدار مثلا رهگیرا و رهپولیمان میدادن در خانه ها و میومدیم میرفتیم بازاری میکردیم و در خوابگاه خوراک میپختیم و خیلی دخترای نازنین بودن در کنارمون که دوستای خوب بودیم و اونا انجام میدادن این کارا. ما بازم همونجا وظیفمون کمک کردن. کمک کردن و خوردن. بله خوردن و کمک کردن. خب استاد، شاید برخی ها در خاطر نداشته باشن، ولی من از شما پرسیدنیم که میدونید که تا به امروز در زیاده از چند فیلم نقش بازیده اید و در تئاتر چند نقش ها رو اجرا کرده اید؟ راستی ببین همین یک وقتا تا وقتی که شماره فیلم ها 27 تا 35 بود، چندین سالا پیش، من یادم هست حساب میکردیم، ساده بودیم، یعنی هر مثلا اجرای هر فیلم آفریدن در آغاز کار شوق داری، حساب میشماری، بعدا حساب گم شد. یعنی من راست شکم حاضر نمیدونم، خیلی زیادن. اگر این فیلم ها را از نگاه هر سریه را یک فیلم حساب کنی، من خیال میکنم که از 1000 فیلم، از 1000 قسم زیاد است. بهترین چون که فیلم های هست که واقعا همین فراموش کردن هم از اون شهادت میدید که یعنی که شما بسیار زیاد نقش بازیده. بله فیلمی هست 30 قسمت که من در همه قسمتاش هستم. فیلم ایرانی شکرانه است، در یک وقتا در تلویزیون خودمون هم نشان داده بودن. فیلمی یعنی ایجاد هم تاجیکستان، یعنی فیلمی برابر نیمی هنر مشترک، اما یعنی فیلمی هست 45 قسمت، فیلمی هست مثلا 27 قسمت. اینا اگر هر کدومش یک قسمت حساب کنی خیلی هست، زیادن، کدام یادش در خاطر آدم. اما اینا راست گفتی حاضر، من اندیشم گذشت که آخه یک روز نه یک روز این حساب کردن، شمردن در کار. بله شمردن در کار که چقدر شد. خب میگذاریم با موضوع کتاب های تو. شاید برخی از بینندگان ما ندانند که قربانی صابر مؤلف چند کتاب تازه ایجاد هم هستند. مرحمت درباره کتاب هاتون برای بینندگان معلومات بدید. راستی همون قسمت زندگیم که شاعر شدن میخواستم که چون در آغاز گفتیم. بله. یعنی این نمیتونست در من تاثیرگذار نباشه، برای اون که کتاب و قلم یکی از مهمترین جزهای زندگی من بوده است از کودکیم تا امروز. برای همین هم احتمال همین که مثلا من یادم هست صنف 9 8 7 در گازت کمونیستی یاوان من چند اخبار و خبرها می نوشتم، یعنی مقاله های خبری می نوشتم و چاپ می شدن، بارها چاپ شدگن و حتی من یادم هست که 9 سوم گنرر گرفتگی بودم. 9 سوم این خیلی پول است، 9 دلار، بله یک $10 میشه. و از پیانیری تاجیکستان من
وقتی که مکتوب من یک چیز میفرستادم و بعد جواب میگرفتم که مثلا با محترم فلانی با اجازه فلان ما مقاله شما را چاپ نمیکنیم برای آن که مثلا فلان چیز کمبودی داره اما شما خجل نشوین و ادامه دهید. این چیز سری من با من میخواستم همه مردم ببینیم با من چی نوشته است. مثلا اون گازیتایی که ما میگرفتیم مثلا پیانیر تاجیکستان خیلی بود. خب انا همینا باعث شدن که آهسته در دوره استودنتی من خاطره می نوشتم و بعد نمیدونم در کدام فاصله وقت فهمیدم که استاد ما نادرترین هنرمند کشور ما هست، فرخ قاسم. و در اندیشم آمد که هر چیزی که از زمانی که اودیتور سیمفونی ما وارد شد تا زمانی که من دیگه در کنار در بهترین نمایش هایی که در طول زندگیش گذاشت بیرون از تئاتر لاهوتی، یعنی از زمانی که اهارون شروع شد و من در کنارش بودم و دست راستش بودم و این چیزا باعث شد که من برم و خاطره هام می نوشتم میموندم، بعضی اراده هاش می نوشتم، بعضی تأثیراتش درباره واقعه ها روز سیاست من نوشتم میموندم و اینا باعث شدن که من بگم که همه متریال تیار است برای آن که زندگی نامش بنویسم و من سر کردم نوشتن زندگی نامه که خوشبختانه با افتخار میگم که هنوز که سلامت بود زنده بود. من کتاب چاپ شد سال 2007 و من بردم کتاب دستش دادم، بیمار بود و کتاب گرفت ورق زد و نگاه کرد و دعا داد که این برام خیلی مهم است، چون که چند جاهاش دید و یعنی آدم گاه این خیلی آدم ها در سطح فرخ قاسم به یک دیدن الکی فهمید که در چی موضوع است، چی باره است. خوشش آمد. از همه افتخار اساسی همین است که هنوز که استاد سلامت بودن کتاب دستش در است. من بریزم میشم؟ اجازت است. خب دردهای پس پرده بود این کتابی که این هم میریزیم؟ این هم از باش. آفرین. استاد چند فرزند داره؟ 4 تا. خدا را شکر. چند پسر چند دختر؟ 3 دختر 1 پسر. گلچهره انتخاب خود شما بود یا اینکه پدر و مادر انتخاب کرده باشه؟ انتخاب من بود. یعنی من هنوز که خانه‌دار نبودم، هنوز که فرض کردیم دانشجو بودیم، قطعی بچه ها یعنی جوره ها ما قطعی وقتی صحبت میکردیم من گاه حیران میشدم که چخیر ممکن است که برای پسر یک کسی دیگه خانم یعنی عروس انتخاب کنم. من برای این هرگز من اینو قبول نداشتم در همون وقت و خوشبختانه خانواده ما یک خانواده بود که این چیزا آزاد بود در خانه ما، یعنی نمیستادن که کجا حالی بست ایجاده ما نشانت میتیم تو چه خودت انتخاب میکنی. این خیلی گپا نبود. من اما میدونستم در خانه های دیگر ها بود این چیز، در خانه ما نبود. برای همین گلچهره انتخاب من است، همکورس من است، ما یک جا خواندیم. استاد یاد دارم چند سال قبل در تمام سامانه های اجتماعی قرائت یک شعر بسیار با مضمون شما پهن شد، ورد زبان ها هم شد. آخرش رو میگویم شاید بیننده عزیز ما نیز به خاطر بیارن. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. خب کمی معلومات درباره همین شعر میگفتید و قرائتش هم حتما که بکنید. قرائتش بعد از اینترنت میگنید. ببین این قصه هم خیلی قصه جالب است. خیلی خوب کردی که همین قصه را به یادم آوردی و مسئله گذاری کردی. من خیلی از تو ندارم. میدونی برای چی؟ برای که یک خیال میکنن که اصلا این شعر من است. خیلی ها یعنی مثلا من زنگ میزنن و میگن تشکر، میگم برای چی؟ بعد میگن که برای همین شعر. بعد من میگم که برادر آخه این شعر مؤلفش دیگه کس است، من نیستم. بعد میگه که شعری کی است؟ من میگم که شعری یک شاعر خیلی زبردستی همسایه کشوری ما، فارس زبان. بله فارس زبان ایران و
فریدون مشیری است اسمش و من افتخار میکنم که همین شاعر در تاجیکستان اون زمانی که این اگر که 15 سال پیش من شعر خوانده باشم 15 سال پیش بوده با فکرم که کمک زیادتر اما از 15 سال کم نیست زیاد است اما کم نیست خلاصه در یکی از سفرام در تهران در ایران من یک کتابخانه در آمدم و همین عکسی فریدون مشیری در بالای کتابش دقت مرا جلب کرد نمیدونم چی چیز جلب شدم و من این کتاب خریدم و بعد فهمیدم که این شاعری معاصر است اون زمان زنده بود اما چند سال پیش گذشت همسین سالی لایق و بازار است گذشت و خلاصه بعد من این کتاب وقتی که ورق زدم داستان ها بود خیلی چیزا اما شعرهای کوتاهش اینقدر با مزه بود یکیش همین بود پدر با پسر گفت بخر که تو آدم نشوی جانی پدر من اینا عاشق شدم به اینقدر معنی روانه است شعر اینقدر با نفاست ایجاد شده است این شاعر خیلی شاعری اونقدر با مهارتی بلند همین شعر قرائت کرده اید که چرا من دوست همین شعر برای شما نوشته بله مثل که این شعر من نوشتم چون که بله آخه آدمی که یعنی هنرمند وقتی که مال شاعر یا نویسنده را میگیره باید تا حد وقتی که اجرا میکنه مال خودش باید باشه برای همینم تا جای حقا مردم که دیدن که من این شعر در خواندنش قدر محبت زیاد میموندم که اکثرا خیال میکردن که این شعر من نوشتم اما شعرهای دیگرش هم خیلی خوب است مثلا که دیگران میدونن این من گاه میبینم که در توی ها میخونن و همین شعر اینقدر مشهور شد به این بهانه فریدون مشیری من حق دارم بگم که در تاجیکستان کسی که او را مشهور کرد من بودم بهترین انا کن فرصتی اون رسید که همین شعر قرائت کنین بهری بینندگان تلویزیون من برای این آماده نبودم اما خیال میکنم که باید خاطره مرا یعنی چی نکنه یعنی در نیمه راه نپرتاید پدر با پسر گفت به قهر که آدم نشوی جان پدر حیف این عمر که ای به سر و پا در ره تربیتت کردم سر دل فرزند از این حرف شکست بخبر از پدرش کرد سفر رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر عاقبت شهرت و والایی یافت حاکمی شهر شد و صاحب زر چند وقت بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سراپای پدر گفتی که آدم نشوی تو کنون حشمت و جاه هم بنگر پیر خندید و سرش داد تکان گفت این نکته برون شد از در من نگفتم که تو حاکم نشوی گفتم آدم نشوی جان پدر سلام این احتمال به برای فریدون مشیری گفتن در کار است که این معنی را چه خوب زیب همون عالم شدن آسان است اما آدم شدن مشکل همون یعنی همون است در مغزی شعر مقصدی شاعرم این بود سمیتانا رو که ایلوه میکنیم وقتش رسیده بله کبودی رو ایلوه میکنیم در این خوراک برای ما لازم میآید اکراب و پیاز سبز بله خیلی هم نمودش رو هم مزهش رو دیگر میکنند بله ما در این خوراک چون خوراک خارجی است ما نمیتوانیم ریحان ایلوه کنیم رنگش رو سرخ میکنه خوراک هایی هست که مخصوص چیا باید ایلوه کرد کبودی این خوراک سفید است پرهیزی است در این وزیر اگر ریحان ایلوه کنیم
بله هم مزهش دیگر می شود و هم نمودی ظاهری. اینم جشن بکو. بله. در چند فیلم خارجی نقش آفریده اید؟ در چند شاید بازم نمیشه حساب کرده، اما من میتونم نامهای کشورها را بگم اگر که این خیلی باشه. روسیه، افغانستان، ایران، فرانسه، قرقیزستان، قزاقستان. بهترین. یگان تشن نمیدونم یادم برآورده باشم اگر. همین دعوت به کینه فیلم های خارجی چگونه می شود؟ کمی در همین باره نقل کنید. خب چی میگن؟ حاضر این وای است داخل اینترنت میبینند از اونجا. بله دقتشون جلب میکنن و انتخاب میکنن. مثلا بیا بریم نباشه کاری که سال گذشته شد بگیم در همه چی فهمه میشه. نگاه کن چند سالی با فکرم 23 یک زمان ما در زنگ زدن و میگن که شما را کافته استیم و من میگم کی میکوه مرا. خب همین خیلی یک گپی شد و ماندم خیلی سال 2023. بعد سال 24 شد، آخری سال 23 یک کسی دیگه باز آمد زنگ زد که شما را میکوون. میگم کی؟ خب خلاصه بعد همه آدمی که برای کوتاه شد همه آدمی که میکوه خب قطعش گپ زدم. میگم تو کی هستی؟ و بعد میگه که یعنی من از کشور چین به شما زنگ زدم، یعنی ما یک اگنست کینوسازی داریم که من در همونجا فعالیت دارم. این بچه فیروز نام داره، بچه تاجیکی خودمان، همشهری خودمان، اما حدودی انکو 17 سال میشه یا 18 سال میشه که در کشور چین زندگی میکنه و کارش یعنی در قسمتی یعنی اگنتی فیلمسازی کشور چین مرتبه نمیدونم خب بگیم اگر پنجم داشته باشه کم است، خیلی مرتبه کلام است. برای این مرد، این جوان مرد گفت که ما یک فیلم باید بگیریم و ما میخوایم شما را دعوت کنیم و شما باید یک سوداگری فارس در یک فیلم تاریخی چینی باید اجرا کنیم. من گفتم با جان و دیل. و خلاصه یک مدت حدودی 2 ماه عکس فرستانی شد و یعنی پارچه ها بله نه تا فیلم ما را پیشنهاد کردن. فقط کاری که من چیکار کردم اونا دیدن و بعد عاقبت انتخاب کردن، گفتن شما انتخاب شدین و بعد من را تبدیل دادم به یک اگنتی دیگه. گفتن استاد شما باید 7 نفر از بازیگرها در کنارتان باید 7 نفر تاجری دیگه هم باشه. و خلاصه من قریب حدودی 2 ماه 3 ماه تبدیل شدم به یک اگنتی. اونا تقریبا 15-16 نفره یادم هست، همشون بچه ها خوششان میدونن از تئاتر لاوتی، از تئاتر جوانان با از دیگه جا یعنی عکسای و فیلماشون فرستادیم و عاقبت باید 7 نفر انتخاب میکردن، اما و یا 7 نفر انتخاب نکردن، 3 نفر انتخاب کردن. یعنی من و 2 نفر دیگه ما رفتیم کشور چین 3 ماه یک فیلمی 40 قسمته تولد شد، انجام شد کارش، بعد ما خستیم آمدیم. و بازم من آمدم وقتی که دوشنبه یک گروهی فیلمسازی از ایران آمدن، از کشور ایران. اونا هم براشون بازیگری یک کمانده و یاده در کار بود، پدر، دختر و پسر و خانواده، یعنی پدر و مادر و 2 فرزند. و من خیلی خسته بودم از چین برگشتن، من نمیخواستم، من خیال میکنم که پگه سر میکنن، من و یاده گفتم که من نمیخوام و یا هم شوخی فهمیدن یک چیزی صحبت کردن و رفتن. بعد از میانه 2 ماه گذشت، خستگی های ما رفت شد و یکی ناخست بچه ها زنگ میزنن که استاد شما رو انتخاب کردن در فیلم ایرانی پایتخت و حتی گفتن که تعجیلا یک قسمت شد ببینین، چون که این قسمت موسم 6 این فیلم است و نمیخواد انتخاب میکنن. در مثلا در یک فیلمی کشور همسایه ما یعنی کارگردانی خیلی مشهور دارن با نامی رستم سگدیف.
با کدام زبان در فیلم ها نقش می‌کنید؟ حال من نگو خب بعد سوال ده جواب خلاصه اون رستم و من گفت که کجایی ده یعنی آلبوم ورق میزدم و چهره قربان صابی را گفت دیدم گفتم من همین اکتور میخوام انا همین اکتور برای همون نقش یک تاجری بخارایی را من بازی میکنم میگویند صنعت سرحد ندارد و زبانم اینچنین بله و موسیقی هم موسیقی هم بله. میخواستم بدونم که در همین وقتی که زبان نمیدونی رفته در کینوفیلم های دیگر دولت ها نقش میبازی مشکلی نمیارد چگونه از عهده‌اش میبراید همون سناریو رو با کدام زبان به شما پیشنهاد میکنن؟ عجیب این سوال خیلی عجیب است مثلا بگیریم در کشور همسایه من دعوت کردن من رفتم روزی که رسیدم فیلم مرا دستم دادن و من قطعی کارگردان رستم سعدی مصلحت کردیم من گفتم که چی میشه کدام زبان قطعی گفت که وای پیشکی مده گفت که انگلیسی بگو نه فرانسوزی بگو هر چیزی میگی بگو مهم که همین گپا را بگویی من گفتم پس ممکن است که من با تاجیکی صحبت کنم گفت بله و من همون زمان ششتم ترجمه کردم خودم برای خودم ترجمه کردم و قصهش عجیب است اون دخترکی که یعنی معشوقه مرا بازی میکنه من یک آدمی کلان سالم و یک دخترکی یاش دا عاشق میشه بعد میپرانن قهرمانی مرا و صحنه اول ما وقتی که ما گپ میزدیم اون دختر تجربه نداشت ما وقتی که باید تکساش میدونیست اما وقتی که ما تاجیکی میگم که چرا دینا نیامدی وای نمیدونه چی بگه دیگه اما گپی وایره من نمیفهمم زبانی شما با زبان تاجیکی حرف میزنید ترجمه میکنن بله وای گپی خودش با زبانی خودش گپ میزنم من با زبان خودم یعنی من از روی تجربه میدونم که کجا رسیدیم اما وای نمیدونم ولی آهنگی سخن مانند میشود که آهنگش بله با هر زبانی که گپ نزنی آهنگ یک است بله در مثلا تجربه فیلمسازای چینی هم برای ما عجایب بود مثلا از بس که هنرپیشه های یکم درجه چینایی در کنار ما بودن رولای از همه اساسی را بازی میکردن هرچند خب ما در کنارشون تمرین برای ویا علاهیده بود برای ما اونا من یکم بار ندیدم که ناتیار آمده باشن سر صحنه میشنوی فاطمه ناتیار نمیام خیلی حرفه‌ای بودن و ما را یک روز پیش از نواربرداری مثلا کارگردانای دوم نمیدونم 20 از کارگر چی مرتبه دارن اونا نمیدونم اما کارگردانای فیلم می آمدن و میگفتن انا اینجا شما صحبت میکنید بعد فلانی صحبت میکنه بعد با شما صحبت میکنیم بعد وای خب ما ترجمان داشتیم ترجمان ما محمد شریف خیلی بچه خوب است از بچه هایی که دانشگاه پکین تمام کردن امروز ترجمانی میکنن خیلی ترجمان های خوب داشتیم خلاصه اونا در میان همه و به اونا ما البته هیچ کار کردن نمیتونستیم اما می اومدیم سر صحنه همین که نواربرداری سر میشد گاه خب میشید که فرض کردیم تو نمیدونی و چقدر گپ میزنن مثلا مونولوگش اینقدر است نمیفهمی کو در تمرین اول پیش از نوارگیری یک کمک مشکل ایجاد میشد که ترجمان میگفت که نه استاد شما یک کمک بستین بعد بگین بعد کیم چه همون صداهاشون هم میدونی اشاره های هم فرض کردیم بعد کار تا جایی رسید که مثلا مونولوگش کلان است و میگه آخرش ده خودی بازیگر میگه که من انا خیلی میکنم یا انا همین گفتن ده باید شما سر کنیم ببین یعنی یک گونه اشاره هایی را میسازیم برای آن که ما فهمم که آخری گپی باید تا که با یک دیگر فهم باشد که چرا ما تاجیکی صحبت میکردیم و یا زبان خودشان کردیم نافهمی های خنده‌آور خیلی زیبا میشد مثلا در خانه ما در فیلم ما روز آخران نواربرداری یک هنرمندی که بسیار مشهور است یعنی 1.5 میلیارد آدم میدونن روز رمی اینترنت زنین و هست لنج فربهی اینقدر و مردم نگاه میکنن ویره همون در وقتی نواربرداری معلوم بود که وای هم میشناسن بعد ما اینترنت میدرآمدیم میدیدیم که وای خیلی مشهور است و یعنی در خانه من همون مهمان میشه و یعنی انا خیلی یک خانه و نواربرداری شد
یک زمان یعنی وای میبیایم ما باید ها بگم همون سودا ادامه میشه نه بگم نه بعد یک نوشابه چیزی را من مینوشم و میخندم میگم ها یک چیزی وای گفت که تمام مردم خندیدن انا با من خاطر شدم یعنی این بیرون از کار فیلم همه خندیدن من گفتم چی گفت اون ماما شریف ماگا یعنی ماما شریف آمد من گفتم چی گفتی انا وای کجایی به دست شنید گفته است که هم از زورشون همیه یعنی من خودم حالش میکنم سوداگر ایرانی را یعنی فارسی را هم از زورشون همیه گفته من خودم حال میکنم ما خنده خب خلاصه این خیلی چیزایی با مزه هم وقتی یعنی که همین دانستن زبان‌های خارجی برای صنعتکارا برای هنرمندای کینو و تئاتر هم مهم است. بینندگان عزیز ناگفته نماند که شریک برنامه ما هست مغازه ظرف‌های اخترهام. با اخترهام آرزوهای خود را برآورده کنید. شریک دیگری برنامه ما هست تمغه مرمری، شرکت وطنی استحصال کننده محصولات گوشتی. بینندگان عزیز خوراک ما هم آماده شد. فرصت آن رسیده که آن را یک جایه بچشیم و از نتیجه کار یک جایه‌مون به شما بگوییم. مرحمت استاد. میچشیم. کار خودمان است. خوب است بعد از تعریف میکنیم استاد. آخه چه؟ یعنی ما باید دروغ تعریف کنیم نه آخی باز بسم گوشم میچشم با مزه حتما از این خوراک در خانه آماده کردن در بله با جوانان چی مصلحت و چی توصیه دادنی هستید؟ خیال ما که از یعنی مجموعی تمام حرفایی که در اینجا زدیم چیزی مهمترینی که باید بگیم و آگاه کنیم همین است جوان ها بچه های نازنین باید برای آن که آب روی این مملکت برداریم از همه پیش بخونیم از خود کنیم علم تاریخ ادبیات کتاب بسیار خوانیم زبان آموزید از همه مهم زبان آموزیم هر چیزی که اگر هر کدام ما هدفمان دفاع از وطن همین باشه که با خواندن و با فرا گرفتن و با زباندانی اگر وطن دفاع کنیم و شهرت شد بالا کنیم بهتر از این کاری نیست. هر آغاز را انجام است و در همین جا برنامه ما نیز به پایان می رسد. در انجام برنامه به هر یک شما تنصیحاتی و خانوادگی تمنا داریم. عاشق باشید، عاشق به زندگی، عاشق به این وطن که آن را نام تاجیکستان است. بله.